سلام دوستان عزیز کانال رازهای پنهان. امیدوارم حالتان عالی باشد. اما یک سوال مهم. میلیونرها چطور با کار کم میلیونر میشوند؟ واقعاً پشت این موضوع چه رازی پنهان است؟ بعضیها تمام روز سخت کار میکنند، اما درآمدشان چندان تغییر نمیکند. در مقابل بعضی افراد با کار کمتر پول بیشتری به دست میآورند. راز در این نیست که چقدر کار میکنند، بلکه در این است که چه نوع کاری انجام میدهند. در دنیای امروز هوشمندانه کار کردن مهمتر از سخت کار کردن است. خیلی ها وقتشان را میفروشند، اما میلیونرها سیستمی میسازند که حتی وقتی خواب هستند هم برایشان کار میکند. فروشگاه آنلاین، یک مهارت دیجیتالی یا یک سرمایه‌گذاری کوچک میتواند چنین سیستمی باشد. آنها از فرصتها نمیترسند. ریسک میکنند، اما ریسک حساب شده. فکر میکنند، تحقیق میکنند و بعد وارد میشوند. بیشتر مردم فقط تلاش میکنند، اما میلیونرها درست تلاش میکنند. آنها به رشد مداوم اعتقاد دارند. هر روز چیز جدیدی یاد میگیرند و همین یادگیری ارزش آنها را بالا میبرد. وقتی ارزش تو بالا برود، درآمدت هم بالا میرود. آنها وقتشان را هم مدیریت میکنند. به جای تلف کردن زمان، آن را روی کارهایی میگذارند که نتیجه بلند مدت دارد. روی ارتباطات خوب سرمایه گذاری میکنند و با آدمهایی در ارتباط هستند که باعث رشدشان میشود. تمرکز هم راز مهم دیگری است. بسیاری از افراد وسط راه خسته میشوند، اما میلیونرها ادامه میدهند تا نتیجه بگیرند. ثروت با کار کم ممکن است، اما با فکر کم نه. موفقیت ترکیبی است از کار هوشمندانه، فرصت شناسی و مداومت. اگر تو هم یاد بگیری ارزش ایجاد کنی، تو هم میتوانی قدم به قدم به درآمد بالاتر برسی. همه چیز از یک قدم کوچک شروع می شود. اگر ویدیو را دوست داشتید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال بسازید. حمایت شما باعث انگیزه بیشتر ما می شود.